أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یکی از عادات زشت عرب ها دفن کردن دخترها بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کظیم. و هرگاهی که به یکی از آنها خوشخبری داده میشد که دختردار شده است، در غضب میشد. عرب ها دختران خود را وقتی 5 یا 6 ساله می شدند زنده به زنده گر می کردند. یعنی دختردار بودن در آنها شرمندگی حساب بود. وقتی بت پرست شدند عادت های زشت زیاد داشتند. در بینشان یکتاپرستان به حد کم بود، یعنی با حساب بودند. و بعد از سالهای زیاد که عرب ها گمراه شدند، بعضی از یهودی ها به مدینه هجرت کردند، بعضشان به خیبر هجرت کردند و اکثر یهودی ها به یمن هجرت کردند. پادشاه یمن تبان اسعد بود. هر پادشاهی که در یمن میشد او را تبع می نامیدند، یعنی به نامش نمی گفتند. وقتی که تبع می گفتند یعنی پادشاه یمن است. تبع این لقب پادشاه یمن بود. پادشاه حبشه را نجاشی می نامیدند، یعنی نامش را نمی گفتند. نجاشی یعنی پادشاه حبشه. حبشه افیوپیا در زمانه ما. پادشاه روم را قیصر می نامیدند. پادشاه فارس ها را کسرا می نامیدند. این لقب های پادشاه ها بود. تبان اسعد با پسرش روز به سوریه سفر کرد و پسرش را در مدینه ماند برای تجارت. یعنی با طریق مدینه سفر کردند، پسرش در مدینه ماند برای تجارت و خودش به سوریه سفر کرد. پسر تبان در مدینه با کسی جنگ شد و او را کشتند. خبر به تبان رسید که پسرش را در مدینه کشتند. تبان با لشکرش به مدینه آمد. اکنون جنگ بین مردم مدینه و مردم یمن شد. اهل مدینه سخاوتمند بودند. تا حال هم اهل مدینه سخاوتمند هستند. اگر کسی به حج برود فرق بین مکه و مدینه را یعنی می‌بیند. روز با لشکر تبان جنگ می‌کردند. شب میشد لشکر تبان را یعنی دشمنان خود را با خوراک تأمین می‌کردند. تبان در تعجب ماند. اینها چه قسم مردم هستند؟ روز با ما جنگ میکنند، شب میشود ما را با خوراک با آب تأمین میکنند. یکی از شبها 2 از یهودی ها با خود خوراک گرفتند و به نزد تبان رفتند. یهودی ها پرسیدند ای تبان، تو چی میخواهی با مدینه میکنی؟ تبان گفت پسرم را کشتند. من عزم کردم که تا وقت مدینه را ویران نکنم از اینجا نمی روم. یهودی ها گفتند نمیتوانی. به خدا قسم پیش از این که مدینه را ویران کنی الله تو را با لشکرت هلاک میکند. تبان در تعجب ماند. از کجا میدانید؟ یهودی ها گفتند به مدینه پیغمبر هجرت میکند. مدینه جای پیغمبر است. آخران پیغمبر به مدینه هجرت میکند و همین سخنهای ما در کتاب آسمانی که در دست ما هست، تورات، در همون نوشته شده است. الله متعال میفرماید الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. آنانی که از رسول خدا پیروی میکنند یعنی از اهل کتاب، صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است نوشته مییابند. یهود و نصارا از رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار چیزها را میدانستند. تبان نام تورات را شنید، در تعجب ماند. پیش از این نشنیده بود. پرسید چه کتاب است
که پیشگویی ها را نوشته است. یهودی ها یعنی به تبان تورات را نشان دادند و شرح دادند چی نوشته شده است. وقتی تبان کتاب تورات را یعنی شرح کتاب تورات را گوش کرد و خواند، به دین یهودی ها در آمد، یعنی دلش گرم شد و به دین یهودی ها در آمد و با مدینه جنگ را تمام کرد و به سوی مکه حرکت کرد. تبان با لشکرش به نزدیکی مکه رسید. قبیله حذیل هم در نزدیکی مکه زندگی میکردند و اهل یمن و اهل مکه را دشمن خود میشماریدند. برای همین میخواستند تبان را و اهل مکه را یعنی به یکدیگر جنگ اندازند و از هر دو خلاص میشوند. قبیله حذیل به نزد تبان آمدند و گفتند آیا میخواهید برایتان جای طلا را نشان بدهیم؟ تبان گفت بله، در کجاست؟ گفتند در مکه یک خانه است، مردم او را عبادت میکنند، در درونش پر از چیزهای قیمت بهاست. در حقیقت بعضی عرب ها عادتی داشتند که در درون کعبه چیزهای قیمت بها را میگذاشتند. بعضی تاریخ شناسان میگویند 2 آهوی طلایی در تگ کعبه بود. تبان با لشکرش تیاری دیدند تا که بر کعبه حمله کنند و طلاها را با خود ببرند. 2 از علمای یهود با تبان بودند. وقتی که سفر کرد تبان از مدینه، 2 علمای یهود با تبان سفر کردند تا که اهل یمن را تعلیم بدهند دین یهودی را. وقتی این 2 یهودی فهمیدند که تبان با لشکرش میخواهد بر کعبه حمله کند، یهودی ها به نزد تبان آمدند و گفتند چی میخواهی با کعبه بکنی؟ تبان گفت بر کعبه حمله میکنم برای اینکه در درونش چیزهای یعنی گرانبها دارد. یهودی ها گفتند به خدا قسم حذیلی ها یعنی قبیله حذیل تو را فریب کردند، تو اگر بر کعبه حمله کنی هلاک میشوی. تبان گفت چطور؟ بر مدینه حمله کرده نمی شود، بر مکه حمله کرده نمی شود، چطور این را بفهمم؟ یهودی ها گفتند در روی زمین کعبه بزرگترین عبادتگاه است و هر کسی بر عبادتگاه حمله می کند خوار و ذلیل می شود. تبان در تعجب ماند. میگوید مدینه جای پیغمبر است، کعبه عبادتگاه است. گفت چی باید کنم اکنون؟ یهودی ها گفتند کعبه را احترام کن، طواف کن در گرد کعبه. تبان گفت پس چرا شما طواف نمی کنید؟ شما حقیقت را می دانید. یعنی یهودی ها را گفت چرا شما طواف نمی کنید؟ یهودی ها گفتند ما کعبه را احترام میکنیم ولی طواف نمیکنیم، برای اینکه مردم کعبه را پر از بت‌ها کردند، یعنی شرک میکنند. ما عالم های یهود هستیم، برای همین طواف نمیکنیم. تبان اسعد به مکه در آمد و در گرد کعبه طواف کرد و وقتی شب در مکه ماند خواب رفت، خواب دید که کعبه را باید با لباسی بپوشاند. پیش از این کعبه فقط دیوار بود، یک دیواری از سنگ، کعبه پوشانده نشده بود. خواب دید که باید کعبه را با لباسی بپوشاند. وقتی از خواب خیست امر کرد که برای کعبه لباسی تیار کنند و کعبه را با لباس بپوشانند. و باز خواب دید که با لباسی بهترین باید بپوشانند کعبه را، یعنی لباس عادی نباشد، لباس قیمت باشد. تبان امر کرد که کعبه را با بهترین لباس ها بپوشانند.
یعنی تبان یکمین شخصی است که کعبه را با لباس پوشانده است. وقتی سوال می شود کیست آن شخصی که کعبه را بار یکم پوشانده است، در جواب تبان اسعد یکمین شخصی است که کعبه را با لباس پوشانده است. بعد از همین یعنی همین کار تبان، عرب ها هر سال کعبه را با لباس ها می پوشاندند. لباس کعبه وقتی کهنه می شد، از بالای لباس کهنه نو را می پوشاندند. تبان به یمن برگشت و قومش را به شریعت یهودیت دعوت کرد. قومش راضی نشدند. اهل یمن آتش پرست شده بودند. یعنی پیش از این یکتا پرست بودند، بت پرست شدند، آتش پرست شدند. اهل یمن گفتند به نزد آتش می رویم و آتش ما را حکم می کند، یعنی در بین ما حکم می کند که ما دین یهودیت را قبول بکنیم یا نکنیم. یک خانگاهی برای عبادت داشتند، در آن آتش بود و اگر کسی با کسی اختلاف میکرد یا اینکه جنگ میکرد، به نزد همون خانه آتش میرفتند و هر دوی همون دو آدم می ایستادند، در را می کشادند. اگر آتش به طرف کسی برآید، همون آدم ناحق است. یعنی جادوگران برایشان همین گمراهی را نشان داده بودند. مردم به تبان گفتند به نزد آتش می رویم، چه حکم می شود؟ تبان از علمای یهود پرسید چی کنیم؟ یهودی ها گفتند راضی شو و به نزد عبادتگاهی آتش پرستان رفتند. اکنون یهودی ها کتاب های خود را گرفتند، می خواندند، از الله دعا می کردند. در نزد خانگاه آتش پرستان تبان ایستاده بود و از دیگر طرف دو جادوگر. وقتی دروازه را گشودند، آتش به سوی جادوگران رفت. آتش زیاد به سوی جادوگران برآمد. جادوگران گریختند از ترس. مردم گفتند نگریزید، برگردید. باری دیگر ایستادند. تبان از یک طرف، از دیگر طرف جادوگران. باز در عبادتگاه را گشودند. آتش زیاد برآمد و هر دوی جادوگران را سوزاند. وقتی اهل یمن این را دیدند، به شریعت یهودیت در آمدند.